دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که واشنگتن با تهران در حال انجام گفتگو می باشد. او در عین حال تاکید کرده که در صورت نپذیرفتن شرط عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هیچ گونه توافق میان دو طرف شکل نخواهد گرفت. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌ها میان امریکا و ایران در هفته‌های اخیر به شدت بالا رفته و روند مذاکرات نیز بارها به بنبست رفته است. کارشناسان معتقد هستند که نتیجه این گفتگو می تواند بر وضعیت امنیتی در منطقه تاثیر مثبت داشته باشد. We're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. ما با ایران گفتگو میکنیم. آنها پیشرفت زیادی داشتند. حالا پرسش این است که آیا به اندازه کافی پیش خواهند رفت یا نه. در این مرحله هیچ توافقی صورت نمیگیرد تا زمانی که آنها نپذیرند که هیچ سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ترامپ همچنان گفته است که محاصره امریکا در برابر کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز به گونه کامل پابرجاست و به هیچ کس اجازه تخطی دادن نخواهد شد. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is. I can tell you that. Nobody's going to play games. محاصره امریکا در برابر کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز 100% قوی و بدون نقص است. هیچ کس نمیتواند بازی کند. ما قوی ترین اردوی جهان را داریم و هیچ کشوری حتی به ما نزدیک هم نیست. همزمان کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در تماس تلفنی با ترامپ هشدار داده که از سرگیری تنش‌ها با ایران می‌تواند پیامدهای جدی و خطرناکی داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها پوتین تاکید کرده که به ویژه هر گونه عملیات زمینی در خاک ایران خطرناک و غیر قابل قبول است. او افزوده که گسترش جنگ نه تنها ایران بلکه جامعه جهانی را نیز با تهدیدهای بزرگ روبرو خواهد کرد. در همین حال دونالد ترامپ گفته است که ولادیمیر پوتین به او گفته که می‌خواهد در مسئله غنیسازی یورانیم ایران نقش داشته باشد. ترامپ افزوده که به پوتین پیشنهاد کرده است به جای آن برای پایان دادن به جنگ اوکراین تلاش کند، زیرا این موضوع برای او بسیار مهمتر است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرده و گفته است که افزایش اخیر قیمت نفت نتیجه نظریه محاصره و توصیه‌های نادرست است.